من از خاک پای تو بالین کنم، به فرمانت آرایش دین کنم. ز تو چشمی اهریمنان دور باد، همیشه دلت خانه سور باد. این گفته های حکیم فردوسی توسی از قهر هزار ساله های پیشین صدا می دهد و گویا این بیت ها را امروز از زبان فرزندان پیرزن میهنت قرین که عمر 80 ساله خود را برای آبادی دیار صرف کرده است، زلفیه خاله احتم و میشنوه. مادر را بیهوده میهنت قرین نام نبرده ایم. زلفیه خاله زحمت پیش است و به قدر آنهایی که در میدان کشت و حرب و ضرب میهنت کردند میرسد و هر لحظه زندگی نامه و کارنامه آنها را به خاطر میآورد. میدان خاطره شهیدان جنگ دوم جهانی جای بهترین است برای یاد مبارزان راه آبادی و آزادی وطن. مادران تا حال می پایند راهی اسکران، آخرین امید این امیدواران زنده باد. مادر به انواع گلهای زیباترین خیابان نظر می کند و پسرش شوکت جان اوزاقف و نبیرش عبدالله جان عالم جان رنج و عذابهای آن سالها را چشم انتظاری مادران و زنها و فرزندان را برای سرابان عائله نقل می کند. به یاد می آورد که پدر و برادرانش احتم بابا، اسلمکه و اکبرکه به جنگ رفتند و او و مادرش میلیکای بیبی به چشم چار هر صبح و شام برای بزرگواران چشم می دوختند. یاد باد آن روزگاران، یاد باد آخرین امید این امیدواران زنده باد. مادر صحیفه های کتابی خاطره شهیدان جنگ را ورق می گرداند و نام آنها را می خواند. از چشمانش سرشک یادها می ریزد و یاد آن روز را می کند. سال 41 جنگ جهان با اکلون ما جنگ بود. این سالش با اکی خورده ما جنگ بگشت رفت. آنها اول معلم بودن همونجا با. بعد از اونها جنگ رفتن دادیم نرویچ کرده کسل شدن، کسلی بازبین شدن. دکتر برفتن، دکترها گفتن که شما زخ شدگی ساناتوری برفتگیتون در کار گفتن. گجو با کدام ساناتوری میرید گفتن، دادیم گفتن که سمرقند میرون. سونی نویسه دادن. من قطعی دادیم همراه شده دیمون سمرقند اومدیم. بیم اونیم خولیم گل بچه موندن. پوچم شوی خولیم هم توی جنگ بودن گشتن اومدن. انا خای اکیم نه دو بشکو جنگ تمام کرده اومدن. کلونی اکیم رانی شده اومدن. دویم اکیم سخت سلامت اومدن. بعد از وای دادیم من زود شده رفتم. سالی 41 من دادیم که اومدم. بعد از 1 سال یا 2 سال بیم گل بچه ها اونیم خولیم اونها هم اومدن سمرقند با خونه های حوله های پیشتر اونها بشتیم. خدا بشکر همه اکوام اومدن دادیم تزوک شدن. جنگ تموم شد، آیلومون نقص شد. دادیم 6 فرزندار بودم. مهنم کلون شدیم، آیله دار شدیم. منم صاحبی 5 پسر و 1 دختر فرزندار شدم. اینی منم خواندگی بودن، اولی معلومات بودن. بچه که هم موشونه کلون کردن، مکتبای کلون نخوندن. اداره های کلون صاحبه شده کار کرده گشتین. خدا بشکر.
بزرگان را بزرگان زنده می دارند می گویند. مادر هر لحظه زیارت خاک پاک بزرگواران را می کند. زلفی خاله احتموه از خدا می پرسد که دولت و سولت 5 پسر عاقل و فاضل، تدبیرکار و کاردانش احمد جان، اشرف جان، شوکت جان، فرقت جان و عالم جان، دختر یگانش زلخمار و کیلین ها و داماد، نبیره و ابیرگانش را نگه دارد. بگذار دوامی عمر شوهر جوان مرگش اقتصادچی شایسته ازبکستان قزاقبای ازاقف را به آنها دهد. مادر فرزند و نبیرگانش را ترغیب می کند که آبادی قبر پدر را دائما نظارت نمایند، قبلگاه را با دعا یاد کنند. رفتی و تلاش روح جانت باقی است، یاد تو چون نوری خاندانت باقی است. تا ما به جهان نام و نشانی داریم، محبوب پدر نام و نشانت باقی است. مادرم جانی دلم به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با تویو به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با تویو من دیگران را چا کنم. در حقیقت من قریب سند 60 ساله شویسم. من در همین اولاد یکم کلینچک شده آمده بودم. 80 سال عمر دیدگی زلفیه اما فقط آدمای نغز کتی، تربیه آدمای نغزی اصیلی زیاهای تربیهش کتی تربیه کتگی. این کس مادرشان برای من مادر عروس کلانی بودن. همین خیلی مهر و اخوت ما زیاد کی من همین زلفیه اما همین خیلی دختری عزیزی پدر پرور و مادر پرور بودن که هر پگاهی من برای و یا نیورکیلین بیمولای من هستن. لیکن این کس همه وقت یک کاسه آشی گرمشان برای پدر و مادر تیار بود. Endi shuncha farzandlar tarbiyalab, shularni ulg'aytirib, shu darajaga erishish bu katta baxt. Ilohim hammani shu yoshga yetkazsin. Biz kishiga uzoq umr tilaymiz, baxt saodatlik tilaymiz. Shu nevara, chevara, evarlarni shu huzurini ko'rsin. Zulfi opamga nisbatan nihoyatda iliq niyatlarim ko'p. Men bu niyatlarimni aytib tamom qilishim juda mushkil. Zulfi opam bu haqiqiy ona deyishga arziydigan inson. Zulfi opam hayotda juda ko'p hayot qiyinchiliklarini boshdan kechirgan, lekin farzandga nisbatan atrofdagi ota ona aka ukalarga nisbatan mehribonligini biz hech vaqt unutmaymiz. Bugungi bu tantana farzandlar, yaqinlar tashkil qilingan tantana bu shaxsga juda munosib, arziydi. Aytadilar-ku, ona, vatan, yer, 3 ta narsa dunyoda muqaddas. Haqiqatda ona muqaddas ekan. Onaning xizmatini qanchalik muhim, katta ekanligini bilish uchun shunaqa nimalar bor-ku, baho beradilar. Ona bu insoniyat dunyosini yaratgan kishi. Bu bir qo'li bilan beshikni tebratib, ikkinchi qo'li bilan dunyoni tebratgan. Jannat ona poyi ostida deydilar. Onani Ka'ba bilan qiyoslaydilar. Ka'ba Xudoning o'yi. Shunchalik onani hurmati insoniyat dunyosida balandligini hisobga olib, mana bugun yaqinlar, farzandlar mana shunday to'y tomoshani tashkil qilibdilar. Muborak bo'lsin opamga shunday ulug' yosh. Allohdan bu kishiga
uzoq umr tilaymiz. Mehnat, zahmatlar bilan katta qilgan bolalarni huzurini ko'rsin. Yaxshi hayot sohibi bo'lsinlar. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایی شارد دست دعای مادر. خیره بران کسانم از خویشتن رضایند. یک بار ناشنیده حرف رضای مادر. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر. تعظیم می کنم باز بر پیش پای مادر. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادن، اما بر روز سختی خالی است جای مادر. مادر زاده نور است، در عمر خود عالم را منور می سازد و در آخر نیز سوی منزل نورها راه پیما می کند. بگذار در همه جا نور همراهی زلفی خاله احتم باشد و شعله و حرارت آن نور یاور فرزند و پیوندان ماند.